نه چه کاره اصلا من خرم رمضان من خل مایه ببینم رمضان دردم خدا نکنه چهره در میدم من رمضان چهره در دست پیار خود تو هم پیار داری ما هم پیاری داری چی گپ چه کار شده گیلک هر گپ پیار رمضان نای هر گپ پیار بگو به من مازی میگو سکتو من بچه می پیارم دادام هم بچه می پیاره عباسش کنم بچه می پیاره همین یک جریب زمین داریم خود سرای ما میشینیم دیشب پیار من نمشته کرده این زمین همین یک جریب زمین خودی همین یک سرای با داخل قباله نمشته کرده که ای از دختر خورده منه و یا بچی خورده منه که عباس باشه و زرغونه این من میدم بزو گیلک چرا رستی میگی؟ به دروغ میگو اینه چرا بچه زن خورده خوب بده به دختر خوب بده به زن کلون خوب بده رمضان نای بلاره گلمه مر هر سه خوار من نانی من پیار من نمایه همو عباسش کنر مایه خودی همو خواری مایه مدر مایه به خیالم نمیشته کرده مدر عباس خوار عباس ستا احمد چیز کرده آخی به سر 100 تا دادی تو تلفک ساده کو ظلم میشه من بگو نه از خود بیا از این اعصاب نداری بدتر میشه چری ایت گیلک من تعجب کسی دیگه بپرسم با خدا عباستون ببینم دیگه که به سازمین بیل میزنید خب مامای کاکای قوم خیش نزدیکی نداری بیاری بوشونه پیاتر بگه آخی چی دلیل چکار شده کاکام کد عبدالیه عروض اولم عروضی که پیار من اصلا من یک چیزی بگم 25 سال میشه پیار من نوزبادار شد علیسی که مادر منو میته تمه زنه نمایه من یک چیزی به تو بگم این همه گناه مادر خوردتونه او به سر پیار تو زوره که میگه هر چی که تو ملک زمین داری اینا رو خوشک بنام بچه همکو باشه که بچه انباق و دختره انباق بیاق باشم پیار تو به این کارا گردن بسته گیلک به خاطر ازی که تو تلف صغیر ساده آنه از تو چی حاصله؟ چی؟ او سیاسرای که به خونه اونا چی؟ اونا چی گناه کردن؟ چی؟ من میگم چری کارو نمیگه به خونه شوهر خونه خوار عباس میگه خورده به خونه شوهر خو باشه حق نداره تو پیار بدونانی به عباس و به خوار دگی و پیار میدیه من پیار خوراخ میکنم نه ایده نمیشه من آخ میکنم پیار من آخه پیار نه سکو گیلک نه کو خیره خان تو بیا از این هزارم مادر کنده گیلک ماما خو اینا رو ببرک بشون مادر خو اینا رو بگو حالت بشون این پیار مر صبح میته خوشخوشک یک دو جریب زمین دیگه که ماما من خالی ارتباط هفت مشه نداره خود کی؟ خود پیار مر گوشپند لندیر بستونی به آشاج اس پیار مر که پیلات رو بدادم تو با خدا یار قطع خیل کردم قطع شده پیار تا وقتقی تیاره برداریه پیار خب که ایتا نگو که بعد اگی لک تو به خوبت خونه میفهمی بچه خاصی خمایه من مان نمایه خب تم بچه خاصی اینی خوب انا حالا خوب شد بدید السلام علیکم مونده نباشیم ارباب صاحب اشتنی گیل جان خوبه مرباب صاحب جان شما خیلی سلامتی جانجار صدمنده قربانت سلامت باشیم ارباب صاحب کجا بخیر همیته میرم کمک کار دارم خیریته ارباب صاحب بفرمایید سعی کنید که ما با شما چی میگم خب گوش کشید بفرمایید باشه میشینم ارباب صاحب من بچی ماما نوروز هستم یا نیم بله هستیم خیر بینیم تشکر شما ارباب منطقی ما هستیم یا نه بله هستم ارباب صاحب دیشب پیار ما و مادرام به شیشته مردی مادرم خودی عباس خوارام بالاخره جمع کردم و چیز کردم همه یک جریب زمین داریم و خود سرامو تا سرامم کمال از 2 جریب بیشتر میشه اینا رو بگرفته قباله نمشته کرده پیار ما بداده به گیره نکن گفت خوب بزن که ما بفهم تو چی میگی گریه نکنو نه قواله نوشته کرده بالاخره با مادریو زای کنیم ارباب صاحب سرام و زمین مار نوشته کرده قباله پیار ما بداده به زن خورده خوب به چی خورده خوب دختر خورده خوب مار بیاک نوشته کرده گله جو تو چند تا خوار داری برو 3 خوار 3 خوار تو نی ها
یعنی همه بیاخ کرده مرا مها خورا مرا گلک سکو تو دل جمع باش. من خودی پیار تو گپ میزنم او کار اشتباهی کرده برارم حق نبوده که تو رم بیاخ کنه هرسه خوار تو رم بیاخ کنه به بچه ها خواه مگری مسیویانه بده به دخترها خواه مسیویانه بده این کار خوبی نکرده گلک جو که عباس و مداری حق بر کرده میراث تو خوارا تو بیاخ کرده. من میرم تو دل جمع باش گیره نکو شورت پریشنی چیزی نده. من پیار تو میبینم خودی و گپ میزنم او برو گپ ما گپی نمیاره. ارباب صاحب نوروز پیار تو هم که هستم آدم خوبی هم گلک جو. سعی کنیم ارباب صاحب شما خود شما با جا پیار می فکر کنید شما پیار منیم شما می زمین ها خور میدیم به زن خورد خو نه من بچه کت شما باشم نه 3 تا دادیم میگه دادا تو عروس کرده یه چی حق دارم باشه عروس کرده هم باشه اونا اکبر هم مال میراثه میگه میراث اشیر مدرم با آدم علارتره. خیر بینیم دیشب نانیم تا با گل سوب چلیم کشید و نفری که کی نفتی که پیار مرد انبا خور میفهمم نفری میکنه. نه تو برو تو دل جمع باش جنجال چیزی نکنی دعوا و جنگل. من آخ کردم پیار خور برو تو پیار خواه کرده نمیتونه آخ کردم دیگه آخ کرده میتونه ما خودی پیار تو گفت میزن. بابا نوروز خوب شد شمار بدید. سلام علیکم. شیال اول دارید. خوبه. قربان شما سلامت باشید. ارباب صاحب میخنده. با کارا شما ماما نوروز میخنده. خیر من چیکار کردم؟ ماما نوروز همال من گلک با چی شمار دیدم. خیلی هم اعصاب خرابی بیخی خودی من دیگر رقم گپ زد. گفتم گلک جو تو تشویش نکو جنجال چیزی نکو برارم من میرم خودی پیار تو گپ میزنم. آخه ماما نوروز شما اجتماعی مال میراثا خو بخش کنیم گلک و عرصه خوارید یخ کنیم بدیم عمل به عباس و با مادر بدیم. آخه کار شما کار خوبی نیه ماما نوروز. سعی کنم شما ارباب صاحب که من چی میگم. بفرمایید. من 3 تا دختر دارم 3 تا دختر عروس کرده یه. خب یک بچه دیگه که دارم اون سادیه. خب من اینا رو چکار میکردم؟ من مال میراث رو پدر دیشم بدادم به عباس دادم. چیکار میکردم؟ خود شما خبر دارم گلک بچه میگه سادیه. اگه من به مال میراث میدادم بعد از سر و مامای او را چورو چک میکردم از او میستوندم. من اینا رو دادم به عباس و خواری و مادری دادم. ماما نوروز سعی کنین من یک چیزی به شما میگم به بین پسر آدم اگر فرق نگذاره شما همین میراثکار به سر گلک هم همون تقسیم کنین به سر عباس هم به منجین اردو سه خوارم ایت نکنین که مثال میگم میراثا رو همه بدین به عباس و خواری این سه خوار و گلک به خاطر که سادیه اینا رو بیخ کنین. ماما نوروز میگه میراث اشیر مادر با آدم علارتره. شما اگه این تلفار اینا رو بی یتیم بی نصیب میراث کنین اونا رو بدیم این راه خداه یعنی شما بگیم که این خود خوش خدا میایه. ارباب صاحب من با گپا شما بفهمم که شما چی میگین اما خود من کم خود فکر میکنم اون رقم که شما میگین نمیشه. ماما نوروز سعی کنین اگه از من میفهمیم اگه من اربابم اگه من تجربه دارم اگه من به منجین امی جنجالا و امی معاملای رو میفهمیم که به عرفک ما بکنیم امید سه خوار گلک داره گلک عباس خوارینه اینا رو که مقبول بشونیم مال میراث به بین از اینا مسیویانه تقسیم کنیم. باشه گپ میزن ارباب صاحب. ما با شما همین میگم ماما نوروز ما ارباب همین منطقی هم گلک هم بیام آدمی مشکل به ما بگو همین وظیفی می بود که من بیام خان شما رو بگیرم راه درست و صحیح به شما نشوندم با شما میدونیم و بچه ها شما و مال میراث شما هر رقم میفهمیم پیاره من نمیتونه کنیم مدعا اگه با عباس و خوار یک که بدیم که خوب نیه مدعا با خوار میشیم خوانی دیگه ما به شما بگو خداحافظ شما بخیر باشین سلامت باشین. ماما چیکاره چی خبره؟ یار هستی بخیری؟ جانت جوره؟ شکر زنده باشین سلامت باشین. میگم باز چی جنجال برای ناختیم به تخونه دیشب خوارم زنگ زد که تمام مال میراث خور هم بگیر بداده به زن خورده خو بچه خو دختر خو چی رقم همیته شد دیگه بخیر ها بیشتر همیته شد
پیار هر چی حق میراث داشتن مال داشتن به مه و خوار مه و مادر من خب پسی خورزاده ما چی این همشیری میکم رو خب بخونی از سر خور سپید کرد چی اونها دیگه بخشش باشه لانا برین خود پیار رو بشینین گپ زنین که چه ماما داد اشتما برم خود پیار تو گپ زنم ما 7 ماه پیش بزو گوسپند دادم و شاجس که من پولا تربه دادم غیر بر نه قسم خورد من چی رقم برم مال خود ازو گپ زنم خود ازو گپ زدن چی فایده داره یکی دیگه با پشت سر ما گفته که ما اگر حق ببری بچه‌ها خوب بودم دخترها خوب بودم بعد از سر ما با مرون باز مامای میاد چوره چک میکنه ما کدی وقت میام دیدیم چوره چک کردیم ما مثل پیار تو چوره چک کنیم سیکن لا نورولا حالا شما بیاین یه خرمه گفتین من ما این حال اینجا سر علت کنیم خودی گپ بریم پیانو بستین ما بازار استاد شدم که بدیم ما بدیم با جنجال تو اول گفتم که من خودی پیار تو گپ نمیزنم پیار تو آدم خندندازیه حق کمر بخور این خورزادی به کجا برسم زندگی کنه با از این چوچک که شما میگی اینا هم گپ تیار چی رقم گپ تیار کنم دروغه برای مادر ازی گفته بوده گفته تو برار تو چوره چک کنه نگفتم این گپا بیشتر نگفته تو مادر تو دیشب میخنده درکش هست میکنه لک برار من سیکو احترام تو دار من تو برار چی منی تو پیاتون من آخ کردم بازار استنداب تو پیاتون آخ کردم چطور نستانه بزا سیکو جنگ نکو تو تا بزار نستانه تا گوشت میزن تا گوشت میزن برار کنم تا گوشت میزن آره تا گوشت میزن گوش کاش ما با تو چی میگم آخر اول باشه حق بغدار خو میرسه هینوم حق داره مادر از اینا سر خور سیاه خور سفید کرد بخونی پیار تو باید پیار تو حق نمیکرد من به زور نستوندم کار شما بیان این خودم جنجال داره به زور اگر نستوندی ولی ما به زور از پیار تو میستونیم حق از اینا بیاین بستونیم حق منه لنگام کنده ما تاشم زمینه کشت مندی میکنم با بیاین بستونیم باستانه برو اصلا گناه از ما شد گناه از مادر ازی شد که روز اول به پیار تو رضایت داد من بگفتم که کاکا زن این نمایه مادر ازی گفت خیر باشه غم اینا داره باشه برای بستونه همین زمین همون خونه به قیافه تارتوق میخوره چرا به قیافه تو میخوره به قیافه تو سادی عمل گم میکنه پیش میره چی میفهمه زمین خونه چی اندازه من اینه که تو همینجور لغت میکنی ماما تو همینجور لغت ماما میکنی صبر کنی ماما بزنه ماما دیشب میفهمی چی گفته چی میگه پیار ما به شما میتا گفته چی گفت گفتن من هر روز باشم میمورم خب ما مرگیم میمورم ماما گلت میآید به سر به چیم کلا میره چور میکنه گوش کاش که چی گفته زمین ماما بر میزنین گوش کاش که چی میگه گپ گفتی میزه دم خو بستکو راست میگم عباس گوش کاش به پیار خوب بگو امروز هم باشه حق خوار خورسته میگیرم صبح هم باشه میگیرم در روز بعدم باشه میگیرم بله خلاص من خورزاده خور بیار نمیگذارم که بمونه خوبه تو مادر تو حال پیدا شده تمام زندگی برو دومات بر همه ما این خود پیار خوشتش به مار که حق خور بده خوبه دیگه نمیشه بله ماما جنجال نکنه من خود پیار ماما کو پیار خوراک کردم بله شما اگه به خاطر خود جنجال نکنید ما اگه به پیش با شما استاد چرا حق شما مردم بخور آقی شما به فهمیم استاد نمیشی من گوسالی نفهمی چی میفهمم هیچ چی نمیفهمی ما به خاطر حق تو خور به کشته میدم ماما خوبه بدیم موف خوردم اینو پیار تو سگ آدم کلاوردار چوکچاکی با من گفتم چوکچاکه ماما کی خور به کشته میدی وقتی که حق شما رو بستوندم بعد از اینکه کشتم باشم بدل ماما تو ارمون نیه خوبه